خداوند جل جلاله در قرآن هم گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کلا ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی. حقا که انسان سرکش می شود، نافرمان بردار می شود وقتی که خدا با او غنا عطا کند. البته که مسلمان باشد نه، بلکه غیر مسلمان و آدمی که ایمانی ضعیف داشته باشد همون بدراه و بیراه می شود. حالا آنکه مرگ برای همه ما و شما عبرت است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که یا رسول الله یک نصیحتی به ما بکن، یک پند به ما بگو. رسول خدا صلی الله علیه و سلم اشاره به یک تابوت کرد که در او یک مسلمان از دنیا گذشتگی بود. گفت و من العبرت یکفیک الموت. ای امتی من، گفت اگر شما عبرت گرفتنی باشین مرگ برای شما کفایه هست. خداوند جل جلاله آیه مبارکه فرستاد در باب دعا که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. خداوند این آیت در سوره مبارکه غافیر آیه 6 با ما و شما بندگانش گوشزد کرد که خداوند میگه که ادعونی استجب لکم. ای بنده های من، شما فقط مرا بخوانین، من شما را اجابت میکنم، من شما را قبول میکنم، دعای شما را قبول میکنم. خداوند جل جلاله در این آیت برای همه بندگانش گوشزد میکند. ان الذين يستكبرون عن عبادتي. در دوام این آیت خداوند میگه اون ذاتانی که، اون انسانهایی که استکبار میکنن، کبر میکنن، اونهایی که خدا را نمیشناسن، متکبری میکنن از عبادت پروردگار، سیدخلون جهنم داخرین. زود است که پروردگار اونها را چی؟ یک فرصت قلیل اندکی میدهد، بعد از آن اونها را داخل جهنم میکند. این آیه مبارکه گوشزد برای همه بندگان پروردگار جل جلاله است که همه وقت خدا را دعا بکنیم، بخوانیم، التجا بکنیم که خداوند جل جلاله به ما و شما توفیق عطا بکند. که توفیق این یک شیء عظیمی هست که خدا او را به هر کسی عطا نمیکند مگر که فقط به دوستداران خودش عطا میکند. این آیه مبارکه دلالتی بر اون میکند که ما و شما دعا کنیم، دعای ما و شما را خداوند اجابت میکند. سلمان فارس رضی الله تعالی عنه صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم روایت میکند که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا يرد القضاء الا الدعاء. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که لا يرد القضاء الا الدعاء. قضای الهی را هیچ چیز دمی راه او را گرفته نمیتواند مگر که دعا. دعا چنان کار میکند که قضای الهی را گردانده میتواند. چنانچه در اکثر دعاهایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حق اهل اصحاب کردند، اون صحابگان به همه مرتبه رسیدند.